سلام به همگیتون. من وین هک هستم و میخوایم که تو این چنل ترفندهای درباره ویندوز یاد بگیریم، درباره حالا بعضی از سیستم عاملا یاد بگیریم، ساب سیستم فور اندروید نصب کنیم روی ویندوزمون، یا مثلا چه میدونم لوگوی بوت ویندوز رو تغییر بدیم، بکاپ گیری رو یاد بدیم توی ویندوز، مثلا چه میدونم قابلیت جالبش رو بیایم یاد بدیم. حالا من سعی میکنم ویدیوهای جالبی رو هر 3 روز یک بار منتشر کنم توی این کانال جدید و نو تاسیس گفتم که خودم وین هک هستم. 3 روز یک بارم ویدیو میخواهم بذارم و همین دیگه، چیز خاصی دیگه نداریم. این ویدیو امروز درباره لوگوی بوت بایوس هست که وقتی سیستم میاد بالا یه لوگوی نمایش داده میشه، بعدم ویندوز میاد بالا و ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری این لوگو رو تغییر بدیم. خب روش های مختلفی هست و آموزشاش هم داده شده توی یوتیوب، ولی خب دنگ و فنگاش هست که من دیدم بعضی فیلم ها واقعا آموزش نداده بودن. همین هک بی جی آر تی خب دنگ و فنگ داره و نمیدونم این چیزا. خب حالا بگم که چی قراره متفاوت باشه. ما قراره که خب بیایم اول یه راهکار جامع به شما بدیم به نام هک بی جی آر تی و بعد درباره مادربردهای مختلف یاد بدیم که مختص اون مادربرد هم شما چجوری میتونید بیاید لوگو رو تنظیم کنید، چون خب ممکنه تو بعضی از مادربردها باگ بخوره، نمیدونم مشکل پیدا کنه. مثل لپتاپ خودم اینجور بود که اول دوباره همون لوگوی لنوو می اومد بالا، بعد از یه ثانیه لوگوی من می اومد بالا و خب این یه ذره خب خوب نیست. به خاطر همینه که میگم واسه همه این راهکار کلی بی جی آر تی شاید جواب نده و ما میخوایم واسه مادربردهای اسوس، گیگابایت، لنوو، البته لنوو که مادربرد نداره، لپتاپ لنوو دیگه، ایسوس نه ایسر بسازیم. بعد از این ویدیوی لنوو میاد اول، چون خب خودم لپتاپم هم لنوو هست و با اون برنامه این کارو کردم، نه با هک ویدیوهات، چون گفتم که چه اتفاقی میفته. حالا توضیح دقیق میدم که چه اتفاقی میفته توی هک جی آر تی. اما بریم کارمون رو شروع کنیم و قبلش حتما روی ماشین مجازی تست کنید و بعد بیاید روی سیستم خودتون پیاده کنید، چرا که این کار ریسک داره و با ریسک خودتونم هست و اینکه باز هم باید توی هایپر وی یا حالا وی ام ور که الان ما رو وی ام ور هستیم بیاید این کار رو بکنید تا دستتون بیاد باید چکار کنید و بعد رو سیستم خودتون. نکته دیگه هم که هست، من حالا این رمز رو وارد بفرمایم، عجب خواهد 2 ساعت طول بکشه. من اومد باید یه استور پوینت اول باید بگیرید. یه استور پوینت. خب یه استور پوینت رو گرفت. اینجا 2 تا دیسک میاد بالا، خب یعنی یه پنجره میاد بالا که 2 تا درایواتون رو نشون، حالا 2 یا بیشتر. اگه واسه اولین بار پنجره رو باز کرده باشید قطعا اینا هر دوتاش آفه، خب حداقل یکیش آف هست. شما باید اول بیاید روی این کانفیگر، حالا امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، بعد ترنان رو بزنید و اوکی کنید. اگه درایو دیگه دم آف بود اینجا واسه اونم همین کار رو بکنید. حالا میاد شکار میکنه، میاد ریستور پوینت میگیره از ویندوزتون بعد از هر آپدیتی که شما میاد آپدیت میکنید و خاصیتش چیه؟ اصلا خود ریستور پوینت چیه؟ میاد اسنپ شات، یک میاد از خود به اصطلاح ویندوزمون یک ریکاوری میگیره، یک میتونیم بگویم ایزو مانندی میگیره و ذخیره میکنه.
بعد از آپدیت، قبل از آپدیت کارو میکنه و بعد از آپدیت اگه مثلا مشکلی خوردید میتونی بیاید از این استفاده کنی و برگردی به اون نسخه قبلی، یعنی در واقع نسخه پشتیبان میگیره از اون نسختون و بعد میتونید به اون نسخه برگردید اگه به مشکلی خوردید توی همین هک پی جی آر تی. حالا چجوری مثلا تو همچین شرایطی که خب خودش نمیسازه دیگه، باید دستی بیاید بسازید. چجوری بسازیم؟ کرییت رو میزنید، اسمتون رو انتخاب میکنید، حالا من میزنم وین هک و کرییت رو میزنم، خودش میاد. یه مدت زمانی طول بسته به این که چقدر دیتا دارید یه مدت زمانی طول میکشه. این ویندوز تقریبا خامه و فکر نمی‌کنم خیلی بخواد طول بکشه که دیدم طول نکشه. حالا چجوری ازش استفاده کنید؟ سیستم ریستور رو میزنید، نکست، اینجا میاره بالا اون ریستور پوینت هاتونو و میتونید ازشون استفاده کنید. من الان شایانه بود، شایانم از قبل. آره وین هکم که هست، نکست رو میزنید، فینیش. اینجا باید استور بزنید تا بیاد برگرده به اون ریستور پوینت و اگر بعدش هم اگه ریستار خاصی ریستار بکنید برمیگرد به اون حالت قبلی که ما این کارو نمی کنیم و نو رو میزنیم. اینم از ریستور پوینت گیرم. میتونید نسخه پشتیبان یا همون ریکاوری هم تهیه کنید که با نمازه مثل اکشنونیست میان این کار رو انجام میدن. حالا یا میتونید از فایلا بگیرید یا یه حالت داره میاد از دیسک نسخه پشتیبان سکتور به سکتور اون دیسک میاد میگیره. مثلا دیسک 100 گیگی شما اختصاص دادید به ویندوز، همون 100 گیگ رو دقیق میاد پشتیبان تهیه میکنه و خوبیش اینه که دیگه هر چی که هستا نیست قشنگ برمیگرده، حتی یه ویندوز بالا نیاد اصلا، که حالا بعدا آموزشش رو میدیم. فعلا با همین ریستور پوینت کارمون راه میفته. نکته دیگه ای هم که هست اینه که دو تا چیز باید شما اینجا در نظر بگیرید. یکی سکیور بوتتون باید دیسیبل باشه. حالا سکیور بوت چیه؟ در واقع حالا من سکیور بوت رو اینجا بیارم بالا. سکیور بوت یک قابلیت توی مادربردتون که اینجا نوشته Secure boot is security feature that helps ensure your computer boots using only trusted software, preventing malwares from loading during the startup process. دیگه خیلی اومد چیزش کرد کوتاهش که ما هم همین رو میخوایم. میگه که سکیور بود در واقع یک فیچر امنیتیه که به شما کمک میکنه در هنگام که سیستمتون روشن شده و بایوس داره و ویندوز میخواد بالا بیاد، بایوس جلوگیری کنه از بالا آمدن حالا اون مالورها یا ویروس‌ها یا حالا حملات دیگه. و در واقع وقتی که بالا میاد سیستم، بایوس میاد از حملات و ویروس‌ها و اینایی که میخوان همه اول بالا بیان و سرم بزنن جلوگیری کنه. و خب این قابلیت خیلی میتونه خوب باشه و بهتون کمک کنه که سیستم سالم‌تری داشته باشید. ولی خب این وقتی تاثیر داره که شما مثلا مواظب نباشید یا چه میدونم هی مالور بیاید دانلود کنید. البته نمیگم وقتی هم که مواظبید این قابلیت به فایده نداره ها، اما خب در اون صورت اگه مواظب باشید خیلی این قابلیت دیگه اون وقت کاربرد نداره. اما چرا اگه مثلا حالا نمیخواید دیگه واقعا این لوگو رو تغییر بدید، الزامی خب سکیور بوت هم دیگه نیازیست که بیایید و خاموش کنید. دیگه خودمون ببینید نیاز هست که حتما سکیور بوت اینیبل باشه یا نه. اگه حتما نیازه که خب هک پی جی آر تی نمیتونی کاری بکنی، ولی اگه چیز خاصی نیست که خب میتونید دیسیبل کنید. من یه هم تا ماهیت سکیور بوت رو گفتم که ما داریم چه فیچری رو دیسیبل میکنیم. این فیچر رو باید بیاید دیسیبل کنید و توی مادربردهای مختلف خب
اولا که توی یو اف آی هست این، البته فکر میکنم توی بایوس قدیمی هم هست، فکر میکنم آره تو بایوس قدیمی هم این باشه. اینجا این تو بایوس قدیمی هم هست. خب بعد شما تو اینترنت باید یه سرچ کنید how disable secure boot in BIOS. من اشتباه نوشتم. BIOS مرچی بود. این BIOS. بعد اینجا میاد مدل لپتاپ دنیا. حالا مدل اگه سیستم دارید مدل مادربرد رو مینویسید و دیگه بعد میبینی که اون قابلیت کجاست. مثلا من بزنم لنوو لوک، مدل دقیقش رو اینجا بزنم آیار ایکس 9. خب اینجا میاره واسه که بچه حتی اینا قدیمیه. جدیدارم باید برید تو اینترنت بگردید یا تو یوتیوب هم میتونید همینو بزنید و پیدا بکنید. مادربرد خودمم حالا بهتون میگم که کجاست. باید یه اسکرینی ازش بگیرم. دیدم که کسایی که مثلا لپتاپ منو دارن خیلی زیاد نیستن، خاطر همین تصمیم گرفتم که بیام توی یوتیوب و اینا حالا بهتون میگم. البته اینجا که من با اینترنت فکر نمی کنم بتونم یوتیوب بالا بیارم، ولی تو ویدیو که بزنید مثلا حالا لپتاپ خودم این ایسوزه فکر میکنم، آره ایسوزه، این هم همینجور. میگم مدل لپتاپ رو دقیق بزنید. این مثلا لوک، نه آیدیا پده ولی مشابه لوک. مثلا که مثل من باشه راحت میفهمه. راه های دیگه هم میشه رفت. اینجا هم خودش گفته. این لپتاپ من راحت ازش توضیح میدم. میگم تو یوتیوب بگردید هست، فقط باید مدل دقیقش رو بزنید. اینو بزنید بعد اینجا مدل دقیقش. خب بر فرض این که البته قبلش بازم کار داریم. ما فرض میکنیم که شما توی وی ام حالا میخواید ببینید که چیکار کنید. توی وی ام ور ورک استیشن، خب من اینجا ستینگ رو بزنم تو قسمت آپشن ادوانس یه اینیبل سکیور بوت هست. این اگر بود برش دارید و اوکیش کنید. اگه هم از اول میخواد ویچوال ماشین بسازید که نیو ویچوال ماشین کاستم یا حالا تایپیکال اون کاستوم بهتره. 25H2 ترجیحاً اون ایزو رو بیاید انتخاب کنید. یه ماشین مجازی میخواید بسازید باید اون ایزو رو انتخاب کنید. حرارت نمیدونم هرچی میخواید انتخاب کنید. نکست. اینجا محل اون دیسک ویچوال ماشین. نکست. اینجا واسه تی پی امش میگه من رمز میخوام که اینه، میگه این کریپتش میخواد بکنه ویچوال تی پی ام میخواد واسش بزنه جنریت کپی و جنریت و کپی. نکست. اینجا اگه بخواید از اول بسازید سکیور بوتو میاره، اینا غیر فعالش کنید. اینجا میگه که چند پروسسور داری. خب شما عموما رو سیستمتون یه سی پی یو بیشتر ندارید، پس همون یکشو میزنید و اینجا تعداد حساش رو میگه، حساش هم تعدادش انتخاب میکنید. اینجا هم رمشه، مثلا حالا 4 گیگم میتونه کافیش باشه، ولی اگه لپتاپتون رم بالایی داره 8 گیگ. و اینجا هم نوع کارت شبکه‌تونه که پیش‌فرض نته که نت میاد واسه رو خود سیستم میخونه. و اینجا هم که میگه کلا نخون، کلا اینترنت نداشته باش. اینجا هم هاست اونلیه و رینگ نتورک میاد خودتون باید بدید فکر میکنم. آره یا آی پی ادرس خودتون باید بدید.
و اینجا هم چیزی که خودم انتخاب کردم فکر کنم. من کار زیاد نکردم. من بیشتر هایپر کار کردم. خب هایپر رو من رفتم گست سرویسش هم یه گست سرویسز داشت که فایل رو کپی پیست میکرد، اونو فایل کردم، ولی با اینکه فایل کردم کار نکرد. حالا چراش هم احتمالاً من ESC Note 32 دارم، احتمالاً به خاطر اونه که کار نمیکنه، چون قبلا کار کرد. برام این انتخاب میکنه. این هم نوع دیسکتونه. حالا NVMe چون من خودم NVMe استفاده میکنم M2 M2 عموما تکنولوژیشون NVMe، ولی اگه ساتا اینا که کلا قدیمیه. این بین این دوتا recommended دیگه زده دیگه هم انتخاب. create a new virtual machine. خب اینجا میگه که من یک دیسک جدید براتون بسازم یا از یک دیسکی که قبلا ساخته شده استفاده کنم یا فیزیکال دیسک. یعنی مثلا من الان اگه نکست رو بزنم چرا؟ اینجا میاد از یه درایو فیزیکیتون، از دیسک فیزیکی اگر جدا وصل کردیم میاد از اون استفاده میکنه، از درایو فیزیکی. مثلا درایو دی اگه دارید میاد از اون استفاده میکنه. البته این نمیتونه. اینجا هم یه دیسک فیزیکی اختصاص میده بهش که اگه نکست رو بزنم اینتر دیسک، اینجا میگه access raw disk loss فیزیکال درایو 1 2 3. اینجا اگه مثلا دیسک اکسترنال مجزا وصل کرده باشید میاد از رو اون میخونه. ما همین میزنیم create. اینجا هم مقدار درایو بدونم میگه که حالا 64 باشه بیشتر میتونید بذارید. اینجا سه تا گزینه داریم allocate all disk space. نه به طور پیش‌فرض اگه اینو نذارید میاد مثلا اول دیسکتون حتی کیلوبایتی هم شاید باشه. خب بعد وقتی که ماشین رو روشن میکنید هرچی که اجرا بشه، هرچی که فایل بیا اضافه شه، اینم حجمش میره بالا. یعنی به تناسب اون فایلی که میاد روش اونم هی حجمش میره بالا و میره بالا. داینامیکه. این خودش به صورت هوشمند هی زیاد میشه با کار کردن شما، با ریختن برنامه ها، هم ویندوز نصب کردن حجمش میره بالا. خوبیش بینه که تو دیسکایی که مثلا کم حجمن خب هی میره بالا، از همون اول اشغال نمیکنه و خب فضای بیشتر در اختیار داره. ولی اگه اینو بزنیم میاد از همون اول تمام فضا رو بهش اختصاص میده و ویرچوال دیسک میسازه با همون عددی که بهش گفتید. این دوتا گزینه پایین چیه؟ Store virtual disk as a single file و Split virtual disk into a multiple file. این میاد، این گزینه اولی میاد دیسک شما رو توی یه فایل میسازه، یعنی یه فایله، و این میاد توی چند تا فایل میسازه که چند تا فایل میگه قدرتش کاهش پیدا میکنه، ولی مثلا میگه میتونید بهتر انتقال بدید و اینا، نمیدونم حالا. ولی خب تا جایی که من شنفتم یک دیسک باشه بهتره. حالا شما سینگل انتخاب کنید. موس هم داره اذیت میکنه. من میگه حالا دیسک فایل، میگه حالا جاش کجا باشه و نکست. و اینجا دیگه کاستومایز هاردور میتونید اینجا به تغییر بدید که گزینه هاشم اس اونلی هم گزینه هست. چون فقط یو اس بیش مثلا اگه خواستی میتونید یو اس بی فراتر بزنید شمال یو اس بی و چیز خواستی همه رو فینیش رو میزنید. و خب من دیگه نمی کنم این کار رو. و بعدم وی ام دون رو میاد اجرا میکنید. حالا مثلا اینجا یه استار داره میاد میزنید اجراش کنید. خب الان دیگه پیش نیازاش رفت شد. فقط
راستی یادم رفت، ببینید سکیور بوت روی مادربردهای قدیمی هم میشه فعال و غیر فعال کرد، یعنی هستش. ولی من الان یادم اومد این هک بی جی آر تی اصلا فقط رو مادربردهای یو ای اف آی کار میکنه و روی بایس قدیمی کار نمیکنه. حتما باید مدل مادربرد چک کنید یو اف آی باشه که وین آر رو میزنید ms info 32. اوکی، اینجا باید چک کنید که بایس مادرتون یو اف آی باشه، بغیر از این باشه نمیتونید نصب کنید. خب بالاخره بریم سراغ کارمون. برنامه‌ای که باید دانلود کنید هک بی جی آر تیه. هک بی جی آر تی که حالا میاد اینجا و میتونید لیتست ورژنش رو دانلود کنید، میتونید نسخه قدیمیش هم دانلود کنید. من خودم این کانال تلگرامی هم محتوای تشکیل خواهم داد و این فایل ها رو میذارم توش و اینجا لیتست ورژنش هست. این زیپ رو دانلود میکنید و بعدش هم دیگه اکسترکتش میکنید که اکسترکت کردنش کار خاصی فکر نکنم داشته باشه. چرا فایل اکسپلورر نمیاد بالا؟ اومد. من نسخه قدیمیشم دارم، اینه یه ایش جدیدشه ولی فکر کنم جدید قدیمیشم بود. نیست چرا؟ آها نه اینجا هم که نی. جالبه. و کار به نسخه جدید قدیم نداشته باشی. نسخه جدیدش تفاوتی نسبت به نسخه قبل داره که حالا من بهتون میگم که تفاوتش چیه و باید چکار کنید. اول اینکه هک بی جی آر تی خب اکسترکتش میکنید و اینم فایل ستاپش و اجراش میکنید. خب اینجا چند تا گزینه میاره که شما آیا میزنی و پینت رو میاره بالا. توجه داشته باشید که واسه شما اگه بار اول باشه که اجرا کنید یه لوگوی هک بی جی آر تی میاره بالا، ولی من چون این رو قبلا هم اجرا کردم و لوگو رو گذاشتم این لوگوی خفن ایسوس رو میاره بالا. حالا به هر حال لوگو میخواد هر چی باش، شما باید اون لوگوی دلخواهتون رو بیارید. خب فایل رو میزنید اوپن و اینجا میاد لوگوی دلخواهتون رو از اینجا میارید بالا. ترجمه جی پی جی باشه فایلی که میخواید. توجه داشته باشید که اگر این حروف و حالا اون لوگو سیاه باشه، چون میخوایم بک‌گراندش هم سیاه باشه، خب کلا دیگه هیچی پیدا نیست. به خاطر همین مثلا لوگوش قرمز باشه، مثلا این چیزی که من انتخاب کردم یا قرمز یا رنگ. خب تو پینت لایه رو میزنید، میاد روی این و کامل سیاهش میکنید. حالا من ولست بلش و سیاهش میکنید و همچین لوگویی رو میبینید. اندازش رو باید 300 در 300 باشه. میتونید بزرگتر هم بزنید 300، ولی پیشنهاد من هم 300 در 300. 450 در 650 هم میتونید، ولی همین 300 درصد خوبه. فقط حتما روی پیکسل 300 در 300 اوکی. و هم چیزی رو ببینید که روپینت اعمال شده. حالا سیو از BMP پیکچر، حتما BMP پیکچر باشه و میاد توی جای مورد. و اینجا تفاوتش نسبت به نسخه قبلی میشه. تو نسخه های قبلی ما یه درایو A داشتیم که میرفتیم توش، بعد EFI بود، بعد هک بی جی آر تی. اون عکس رو این عکس رو جایگزین اون عکس می‌کردیم، اون عکس قبلی. ولی اینجا همچین چیزی نداریم و شما راگون میافتید. چه کار باید بکنید؟ میاد همون فایل هک بی جی آر تی که فایل ستاپش رو ران کرده میاد بالا، همون باشه ها،
الان من از روی این ران کردم. خب و اینجا یک عکسی میبینید که نوشته اسپلش، شاید هم اسمش چیز دیگه باشه ولی عکس پیشفرضش اینه. خب شما میاد اینجا و اینجا سیو میکنیم. میگه که ریپلیسش کنم برات، میگم که ریپلیس و بعد حتما چک کنی که این فایل، این عکس اسپلش همین باشه که 300 در 300. بله درسته. حالا برنامه پینت رو میبندی و اجازه رو بهش میدی، میره واسه نیبل کردن لوگومو. خب اوکی، یه پرس انیکی تو کوایت. حالا اگه ریستارت کرده باش، ریستارت کنم باید به هم لوگو رو نشون بده. صبر میکنیم تا ریستارت بشه. بله یه لوگوی قشنگ اون بالا میبینی که اومده. خب این هم از این. من پشتبند این ویدیو میخوام واسه لنوو هم بگیرم. ویدیو لنوو یه نرم افزاری اومده واسش به نام لنوو چنجر که کار همینو میکنه ولی خیلی راحت‌تر. این هم بگم که شما واسه این گیفت هم میتونید استفاده کنید که حالا بهتون میگم، ولی اون دیگه اصلا راحته دیگه. پینت هم نیاز نداره، هم تو گیفت عکس هرچی هست دیگه انتخاب میکنید و خلاص. حالا تو اون ویدیو میگم که دقیق باید چیکار کنید. اگه گیفت و اینا هم میخواید، چون من دیدم که گیفت هم ساپورت میکنه، دوباره طبق معمول سه تا موس خیلی داره اذیت میکنه. آی خب اینجا فایل اوپن دیس پی سی. او دیگه خیلی داره اذیت میکنه. و اینجا فیکست داریم همین و اوپن که بعدم و سیو از. اونجا گفتم بی ام پی ها واسه عکسش بله بی ام پی، ولی این چون گیفته گیفت پیکچر و اینجا میاد همون کاری که قبلا گفتم دوباره انجام میدید. هک بی جی آر تو او این چه یا خدا چی شد. و اینجا سیو میکنید. فکر کنم به مشکل بخوره چون نجست. خب شایدم کار شده و میاد ری استارت میکنید. نه نشد چون فقط بی ام پی ساپورت میکنه. خب خب این که نشد.